با ابتکار لیگ فوتبال کودکان و نورسان فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب مراسم جایزه سپاری چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال بین دسته‌های تا 17 ساله برگزار گردید. یادآور می‌شویم که در سال جاری در این مسابقات با نفوذ دسته تا 17 ساله روشن شهر کلوب سزاوار مقام اول گردید و جایهای دوم و سوم باشد نصیب دسته سارا کمپانی شهر دوشنبه و دسته خطلون شهر بختر شد. لیگ فوتبال کودکان و نورسان امسال سال سوم است که لیگ یو 17 رو برگزار می نماید و در این لیگ 10 دسته در شکل خانه و سفر بین هم بازی میکنند که در مدت 6 ماه بین هم بازی میکنند. مرحله های اول دوم انتخاباتی باشد در شهر و ناحیه و ولایت ها برگزار گردیده و از بعد انتخاب گردیدن دسته های بهترین میتونند در لیگ اشتراک کرده مهارت و ملکه خود را نشان دهند. در مراسم جایزه سپاری سراول با مربی بهترین مسابقه جوارشاه شوقیاسов که با دسته نورسان روشن باری نخست با گرفتن عنوان چمپیونی دست یافت با جایزه مخصوص قدرشناسی کرده شد. بهترین نشانزن از دسته اشلی ولایت سوخت معین گردید و فوتبالباز بهترین چمپیونات امساله باشد حمله‌ور دسته روشن و عضو دسته منتخبی تا 16 ساله کشور امیرجان فرخزاد اعلام گردیده با توفه‌های مخصوصی دستاندرکاران سرفراز گردانیده شدند. سپس بعد دسته خطلون شهر بختر مدال‌های برنجی تقدیم گردید که این دسته در سال جاری تحت رهبری سابق فوتبالباز نامدار کشور نومانجان حکیموف تمرین میکنند. مدال نقره مسابقات را باشد رقیب همیشگی دسته نورسان روشن از شهر دوشنبه دسته سارو کمپانیا سزاوار گردید که در وضعیت تنتنوی این دسته قدرشناسی کرده شد. در نهایت باشد دسته تا 17 ساله روشن شهر کلوب از جانب رهبریت لیگ کودکان و نورسان فدراسیون فوتبال تاجیکستان با نشان طلای مسابقه سرفراز گردانیده شد. یادآور می‌شویم که دسته روشن باری نخست با گرفتن عنوان چمپیونی بین دسته‌های نورسان تا 17 ساله در سال‌های فعالیت لیگ مذکور شرفیاب گردید که در نهایت به دسته جام مسابقه نیز تقدیم کرده شد. ما از مخلصان خود میندار هستیم که در بازی‌های خانگی و سفری آمده ما را دستگیری می‌کردند و ما غالبیت را به دست آوردیم و چمپیون تاجیکستان تا 17 ساله گردیدیم. مقصد داریم که در آینده در تیم روشن کلوب بازی نموده روشن کلوب را به چمپیونات آسیایی برده رسانیم. عموما بازیکنان ما امسال خیلی با تیاری با تیاری خوب برآمد کردیم. بازیگر بهترین مسابقه جمهوریوی چمپیونات جمهوری تاجیکستان امیرجان فرخزاد بود که شما شاهد آن بودید که با دفاع خاطروی سرفراز گردید. ما کوشش میکنیم که سال آینده در یو 18 برآمد کنیم و میخواهیم که جای نمایان را سزاوار گردیم. تاکید گردید که بعد دریافت عنوان چمپیونی دسته روشن با دیگر دسته‌هایی که در این سال تا زینه هشتم چمپیونات قرار داشتند و چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های تا 18 ساله در سال 2020 راه خط پیدا کردند.